استادشم برگشتیم با یه چالش خفن دیگه. 12 شب امشب قراره یک چالش خفن شروع کنیم که اونم چه چالشیه؟ قراره 24 ساعت گوشی دستم نگیرم. همه آدما حداقل 7-8 ساعت گوشی دستشون میگیرن و خب من میخوام 24 ساعت دستم نگیرم، ببینم آقا اگه آدما یک روز گوشی دستشون نگیرن چی میشه، چه کارهایی میکنن، به چه کارهایی میتونن برسن. خیلی دوستتون دارم، در مراحل این ویدیو همراه ما باشین. لیتس گو. بعد از هزاران انتظار بالاخره ساعت 12 شد و خب آخر ویدیو براتون سورپرایز دارم. دوستان گل، ساعت 12 شب شد و شروع چالشه. امشب قرار بود بشینم فیلم نگاه کنم، ویدیو بگیرم واسهتون که چه چیزایی نگاه میکنم، باب اسفنجی نگاه میکنم. فردا واسهتون ویدیو رو میگیریم. خیلی دوستتون دارم. بدرود. من از همین الانم یه گوشی رو میذارم کنار و خب فقط واسه فیلم برداری برش میدارم. همراه ما باشید. بعد یه خواب جذاب موفق شدن در یوتیوب و پولدار شدن بیدار شدم و داستان شروع شد. صبحتون بخیر دوستان گلم. الان صبح و خب من بیدار شدم. الان سوتی میدادم میرفتم تو گوشیم و خب با گوشی کار میکردم. آقا من خیلی کارا به خاطر گوشی نمیتونم انجام بدم. میخوام الان امروز همون کارهایی که نمیتونم به خاطر اینکه با گوشی کار میکنم و اینا انجام نمیدم و همونا رو انجام بدم. آها رفقا، اما الان میخوام برگردم یه ورزش صبحایی انجام بدم، یه فیلم نگاه کنم. بلا 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 بلا. اینجا خیلی مزخرف گفتم و خب باید اینجا آماده میشدیم، میرفتیم دست صورتمون رو میشستیم که بریم واسه چی؟ واسه این که یه ورزش صبحگاهی داشته باشیم و خب اینجا دست صورتمو شستم و میریم واسه ورزش. ولی خب فیلم برداری از ورزش کردن من یکم چالش سختی بوده، بعد آماده میشدیم دیگه. میخوام بگم امروز هیچ ورزش خاصی ندارم، فقط دراز نشست دارم. عزیزای دل، بریم واسه اینکه ورزشمون رو انجام بدیم و یه سینمایی ناب بذاریم نگاه کنیم با تلویزیون. حاضر بشیم با سعید بریم بیرون. لیتس گو. این منم، یه آدم دلغک که امید به میلیارد شدن داره و تو کمکم میکنی. خب رفقا ورزش تموم شد و خب بریم قلیون آماده کنیم، سینما اینو بزنیم، با تلفن خونه زنگ بزنیم به سعید هماهنگش کنیم. چه داداش خوبی داد. شما هم که اینجایی بریم ما هم دیگه قلیونی بزنیم و یه فیلم ببینیم و لیتس گو تو تفریح. و خب خیلی کارا هم میتونیم بکنیم، مثلا من برم آرایشگاه. آره ما خیلی بلند شده به آرایشگاه باید برم، امروز با هم یه همراهی میکنیم بریم. بعد از اینکه سینمایمون رو نگاه کردیم الان پاشیم باید بریم مغازه، بریم آرایشگاه، بعدش هم حاضر شیم و بریم بیرون. Let's go. توی مسیر مغازه هزاران فکر رو مزخرف کردم که آقا من اصلا توی این ویدیو چیکار کنم و خب هیچی به ذهنم نمیرسید. واقعا هیچی به ذهنم نمیرسید و خب در مسیر مغازه گفتم حالا یه فکری بهش میکنم دیگه. رفتم مغازه و اینا، چون باید 1 ساعت خورده‌ای در مغازه می بودم و خب مزخرف ترین تایم هم توی مغازه بود و رفتم اونجا واسه آرایشگاه وقت گرفتم. ولی خب متاسفانه اولین آرایشگاهی که رفتم نبود طرف، ولی ما ناامید نشدیم و خب رفتیم آرایشگاه بعدی. چیکار کنن؟ گند بزنن تو موهام. همه آرایشگرا عادت دارن کی ریده تو موهات. دیگه چه کنیم؟ سخته. من اومدم در مغازه، خب واقعا سخته بدون گوشی. آقا نمیتونم تحمل کنم. میخوام گوشی رو در بیارم باش کار کنم، میذارم سر جاش. و اینکه من لامصب فیتیش هندزفری دارم. میام بیرون هندزفری میذارم،
هی تو گوشیمو در میارم مثلا هندزفری رو وصل کنم یادم میاد اصلا قرار نبوده با گوشی کار کنم، قرار بوده باش فیلم برداری کنم. من این خیلی سخته. یا مثلا در مغازه بشینی بدون گوشی هیچ کاری هم نداشته باشی انجام بدی. آقا سخته ولی خب به خیلی از کاراتون میتونیم برسین، چون گوشی واقعا کاری شده که ما بهش وابسته شدیم، چیزی شده که ما بهش وابسته شدیم و خب خیلی سخته بدون گوشی. وای. بعد از زدن حرفای مفت رفتم به سمت آرایشگاه و خب نتیجه این شد. آقا کار کله ما تموم شد، آرایشگرمون هم داشته باد. شاکرم. سرما رو زد. بریم دیگه بریم. داشته با تبلیغاتو کردم دیگه. ما خونه نمادم. عشق ایران. بعد از نمیدونم چند روز موهامو زدم و خب بریم بیرون خوشتیپ باشیم، بریم زیت بازی کنیم. حالا ما بریم خونه، بریم حموم دیگه. اونجا نمیتونم از خودم واسهتون ویدیو بگیرم. دوستتون دارم. لیتس گو. بعد از رفتن به سمت خونه با داداشم هزاران حرفای مفت زدیم که چجوری پولدار بشیم، ولی خب هیچ کدوممون ایده نداشتیم. ولی وقتی رسیدیم خونه یه اتفاق کاملا عجیب افتاد و خب خودتون ببینین چه اتفاقی افتاد. ببینین چه اتفاق غیر عجیبی افتاده، کاملا طبیعی و نچرال. خواستم برم حموم، حاضرشم بریم بیرون. در دور برقا رفته. این زیر هشتگ مسئول کسکش تک کنید. دوستتون دارم. برقا اومدش میرم حموم واسهتون میام. من خیلی برنامه ریزی کرده بودم. خب قرار بود با سعیدی یک نفر دیگه بریم وکیل‌آباد، خب بعد یه غذایی بگیریم، آتیش درست کنیم، غذا بزنیم و اینا. ولی متاسفانه هیچ کس جواب من نداد. خب کسی هم به جواب داد پایه نبود و الان برنامه رو کنسل نمی‌کنم. من کله خرم خودم تنهایی میرم وکیل‌آباد. اینجا دیگه گفتم واسهتون برقصم که حوصله‌تون سر نره، ولی خب میدونم آدم مزخرفی هستم و میدونم ولی شما کمکم کنین ده بابا آزمان، یعنی میشه کمکم کنه قربونت برم. حالا اینجا رو نگاه کنین. آشپزی کردم و به گربم غذا دادم و البته گربم تو خونه نیستش و خب همیشه در مغازمه و خیلی دوستش دارم. من حیوانات کلونی دوست دارم و قراره با من همراهی کنین. من یه پویشی رو دوست دارم. من یه پویشی رو دوست دارم. اینجا نگاه کنین، به گربم غذا دادم، انقدر قربونش میشم. راستی پویش حمایت از حیوانات رو دوست دارم. یه آشپزی و غذا دادم به پیشیمون. یه غذای فقیرانه بخوریم، ما نوشابه اینا. بریم یه دوری بزنیم. بعد از خوردن غذا رفتم با سرعت به سمت پارک ملت و خب نظرم عوض شد، چون من پارک ملت زیاد نرفتم و خب گشتم. خودتون ببینید. پارک ملت منبع ایدز مشهد. رفقا اومدیم پارک ملت، یکم اشغال خواستیم دوربین تمیز کنم. اما اینجا از این پلیس هم دارن از اینا که موقع اعتراضات وای میستن پای پنم. سعید میدونم این ویدیو رو نگاه میکنی و میخوام بگم که همین بچه گربه تو کونت، اون یکی هم تو کونت. بله وقتی با من بیرون نمیای همین میشه. انیمالز پورن واسه میسازم. در فکرم چقدر پول دارم. خب میدونم چست من دارم. دلم واسه اسکیت سواری تنگ شده. قبلا که اسکیت سواری میکردیم اومدیم سر اونجا وای میستادیم، جاتون خالی. اکیپمون که جمع شد میرفتیم دیگه تو بزرگراه.
تو بار وکیل آباداره هر جا که ما خواستیم بریم. بعد از یک پیاده روی کوتاه و خب رسیدم به وسایل ورزشی و خب منم عشق ورزشم و به خاطر اینکه داشتم ویدیو ریکورد میکردم مجبور شدم تک دست ورزش کنم و خب من گنگم پره. دعوت میکنم از رفیقایی که علاقه به یوتیوبری اینا دارن که با هم دیگه تو چالش‌های من شرکت کنن. و خب در این قسمت ویدیو باید بگم که داخل یک شورت ویدیو آیدی تلگرام خودم رو گذاشتم به طور موقته. دوستانی که علاقه به شرکت داخل ویدیوهای یوتیوب من دارن یا میخوان کانالی بزنن با همدیگه پیش ببریمش، حتما به من پیام بدن داخل تلگرام. ببینین گفتم که من اصلا پارک ملت زیاد نبودم و خب رودخونه‌ش رو بلد نبودم و به دنبال رودخونه‌ش بودم و خب از 2 تا دختر پرسیدم. دریاچه‌ش شما نمیدونین کجاست؟ دریاچه‌ش غلطی. خیلی گمراه شده بودم و خب نتونستن جواب درستی به من بدن، ولی خب با پیاده روی‌های زیاد رسیدم به در مسیرش و ببینین کیو دیدم. آبجی گارفیلد. ولی خیلی وحشی بود، بیادب. خواستم بگیرم بهش چیز کنم. اصلا دستم و جوری چنگ انداخت من دلم واسه خودم سوخت. ولی خب در جلوتر دریاچه‌ش رو پیدا کردم و خب یه مسیر جذاب و خوشگلی داره. ببینید به قول شاعر ماباد رنج چی میگه؟ بلش کن، نمیدونم، فقط خودتون ببینید. نظرهای مثبتتون رو کامنت کنید. سعید دهن تو واکن، میخوام آبشو بریزم دهنت. بذارم برم از این آقای نکبسی کنم کرمن. اما به دریاچه بود و خب سعید جون خیلی دوست دارم و اینکه من همون نخود در آشم. یعنی تو هر چیزی باید فضولی کنم و خب این زوج قشنگ رو ببینید خیلی جذاب بودن. وقتی تو مدرسه که ساندویچش در میاره، وقتی یه پسر تو مدرسه ساندویچش در میاره. بعد لذت بردن از دریاچه خب گفتم برم یه دوری بزنم و خب جذاب بود. به جمع ورزشی پیوستم. چه؟ بریم؟ و رفتیم به سمت خونه استراحت کنیم. متاسفانه آهنگی ندارم بذارم روی ویدیو و خب مجبورم خودم واسهتون بخونم و خب میدونم صدام افتضاحه، ولی خب تحمل کنین دیگه. گیر کردم تو شبی که گفتی باید جدا شی، چشمامو وا میکنم میبندم پیشم شاید تو باشی، قرار بود این موقع باشیم کجا، ببین حالا کجا. خیلی خوش گذشت، خیلی جاها رفتم، خیلی کارو کردم. سابسکرایبرای گلم عشقایی دارم، خب خیلی هم عشقایی دارم. از ویدیو لذت ببریم و از منظره عشق کنیم. دوستتون دارم، ببخشید که اذیتتون کردم. عادت کردم. خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. لایک، ساب، کامنتتون نره. بدرود.